السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیادرها و خواهرای عزیز، خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ این یک منطقه بسیار مقبول بریتیش کلمبیا اینجا آمدیم و بسیار مقبولی در اینجا زیاد است و اگر جایی را که خوش دارین مثل که طبیعت باشین و یا میخواین که در یک ساحه باشین که بسیار نیچر زیاد باشه و در طبیعت آزاد باشه و هوای پاک و صفا داشته باشه، این در بریتیش کلمبیا بسیار زیاد است و در این منطقه که ما دیدیم در اینجا بسیار مقبول دریاست و در اینجا اگر میبینین این ساحه و باز بسیار یک مقبولی ساحه کمپ گراوند هم در جور کرده. این جاهای است که به حساب مردم میتونه که شو تیر کنه و بسیار مقبول ساحه هم جور کرده که در اینجا کس میتونه یک خیمه بزنه و در این حالت میتونه یک ذره لمبه بکنه و در اونجا هم میتونه که نان و غذا و یا خود هم تیار کنه، یک میزک هم برش مانده و در ضمنش در اینجا میبینین که بسیار مقبول یک دریایی که روان است کمی از او پاکش دلک از بیخی تازه میشه. دلک از میشه که متو یک غوطه بزنه از اون بالا را سندمی ما بین دریا. خب مگرم کس کوشش کنه که قدر نزنه، یعنی بس در این سنگای زیاد است، خدا ناخواسته اوگار خود کردی. خب بسیار مقبول ساحه است او در اینجا هم یک دانه دیگهش هم در اینجا است که میتونه دو فامیل به بسیار خوب راحتی آرامی بیاین در این ساحه او بسیار یک منطقه فضای بسیار آرام و خوبش در اینجا است و اتو فضا را در شهر و در دیگر جایا کس پیدا کرده نمیتونه. اینجا هم اوش کم اگذر آرامتر از در این ساحه که میتونه همراه طفلای خود در این منطقه در این ساحه کس بتونه بانشانه و زیاد او عمیق نیست و چقدر که پیشتر کس که بره در او ساحه دیگه اینجا همو قدر عمیق تر است و مگرم در اینجا مقبولی ساحه بسیار زیاد است و خوبی در اینجا یه هم است که در اینجا برشان کناراب هم جور کرده و در این ساحه که ضرورت کس که شوه و کنارابی چیزایی ها هم در اینجا است. تو باشته که میره هم برات نشان بتم در اینجا اینه در این نقاط درخت هست. یک منطقه بسیار خوبش جور کرده. اینی ساحه است یا که درونش تال ما ندیدیم که کناراب خوبش هست یا نیست هم که اینه منظم تشنابم برش جور کرده در اینجا او سایش بسیار خوبش هست. اینه و در اینجا میتونه کسی یک خیمه در این ساحه کس بندازه او در این حالت این یک ساحه که دیگه هم است خیمه میتونه کس بگیره بندازه در اینجا و مگرم بر دو فامیل در اینجا بسیار زیاد خوب ساحه است و ساحه است که مصرف هیچ نداره، یک رپا هم مصرف نمی کنی و در ضمنش یک فضای بسیار مقبول از گرفته میتونه و در اینجا ساحه های دیگه هم است که میتونه کس به چکر بره او قدم بزنه کمک ذره به سیاحت بکنه در اونجا او را هم باز نشان میتین در دیگه طبقه های ویدیو و این ساحه یک راگه کامینی ساحه داره. بیا که کمک ذره نزدیک به او برین. اینه فضای بسیار مقبول او آرام او پاک صفا. این اگه ببینی حتی سنگایش هم معلوم میشه قدر او پاک است. دیگه از این به بعد ما میریم در یک ساحه دیگه که بریم یک ذره قدم بزنیم او یگان فضای نو ببینیم
شوا خدا اینجا تیر نمی کنیم. شوا میریم در یک ساحه دیگه است در ویلیام لیک، در اونجا می باشیم. و مگرم هم در اینجا به یک سیاحت آمدیم که ببینیم که چه رقم است. اینه هم یک ساحه کمپ سایت دیگه است. در بریتیش کلمبیا بسیار زیاد ساحه کمپ سایت زیاد است. کمپ سایت دیگه به این معنا که به حساب یک ساحه که شو سپری بکنن و در طبیعت زندگی بکنن. و این ساحه هم کوشش زیاد میکنن که هر وقت که چیزها را جور میکنن زیاد درختها را نزنن و ساحه را زیاد خراب نکنن. او در اصلش بسیار مقبول ساحه است. اینه و نمو عین ترتیب و ساحه دیگه واره به حساب جای لمبه هم جا داره بر خود و یک چند دانه میز نانخوری هم مانده که تا که نان بخورن و اینه که یک ساحه دیگه هم جور کردن بر سنگار ماندن و لمبه میکردن اینجا. اینه یک ساحه اینجا هم هست. بیا که این ساحه دیگه شما ببینیم که دیگه این طرف چی هست. تا حالا ما نامدیم این ساحه را ندیدیم. اون جای عوام هم هست در سر درخت ها. او اینه یک ساحه رای روی در اینجا است. بیا که ببینیم چرا چی است. همگی ما یک جایی یک دیدارش بکنیم که این ساحه را به کدام طرف می رود. این به نزدیک او شده میریم. بسیار مقبوله نه. این چوبایی است که به حساب در او اما تا آمده تا این طرف. اینه ایسا بگرم سرش بالا شه. اینه بسیار سایه مقبول است و این ساحه اوش هم بسیار آرام است و به اوازی بهترین ساحه است یا به کشتی دوانی اوازی بسیار مقبول ساحه است. ما انشالله استا می رویم به این ساحه.
شد. ما در سر از این چوب قدم زده رسیدیم. ببینیم که کدام طرف میره. این چوبم هم در اینجا که آیین و همراه زنجیر وابسته کرده تا که چوب دیگه طرف نره و این ساحه آسان تر باشه کسایی که طرف میاین. خب ما این از اون منطقه اون جنگل اون ساحه آمدیم که طرف نال پس سر حرکت میکنیم در اون ساحه او تا که بریم به منطقه که پلان داریم بر امروز ببینیم که کدام ساحه میشه و منظر اون ساحه هم چه رقم است. این هم بیا که بریم. یک چیز میخواستم بگویم که کسانی که در جنگل میایه کوشش زیاد بکنین همراهتان همی بیر سپری که میگن یا همی سپری خرسه که میگن سپری خرسه باید بگیرین همراهتان تا که حفاظتتان رو بکنه و همراهش اگر که تفنگ دارین و یا کار دارین یک چیز دارین او رو هم همراهتان بگیرین. نه از سر رسیدیم. اینی هم نقطه های آخری از این ساحه است و کمک زره میبینیم که همین که بلند شوم در این ساحه نفس کسا میکنه کمک زره کم میشه چون که همگی از این سربلندی و سرپایانی است و از یک طبقه بالا تا پایان میریم. خب ما دیگه آستا حرکت میکنیم و می طرف ببینیم که دیگه چی میشه. همراه ما باشید. نمی ساحه کمپ سایت است گفتیم تو باش یک دفعه استاد شاییم او کل ساحه را یک ذره ببینیم. خوب است که اینجا هم تشنابا و نداره او بیا که طرف هم بریم. این یک منظره مقبول و اینجا بسیار مقبول تر است از دیگه ساحه کده. اینه بیا که پایان شویم در نزدیک او بریم. او از اینجا که است شفافتر است پاکتر است او بسیار پاک. هر ساحه‌ای که جغل باشه و ریگ داشته باشه این ساحه دیگه بسیار خوب مزه‌دار می باشه تا که به میوه بازی هم بره و طفلا و فامیلا هر کسی که بیایه
عوام اونقدر زیاد نیست که تشویش داشته باشه. به حساب تا 10-15 متر ای طرف او هنوزم هم تا دیگه است کمتر است. میبینین یک سنگ کلان هنوزم هم در اینجا معلوم میشه که استاده است. بیا که ای طرف دیگه هم گشته بریم همونطور. بسیار مقبول ساحه سوی هستم و قضاوت بر شما میبانیم که شما بر ما بگویم که چی کمیات داشتیم در این ویدیو او چی ساحه نو میخوایم که ببینین. از مرا فارسی ما قدر زیاد خوبش نیست، یا دری یا فارسی، چون که من 10 ساله بودم که ما از افغانستان رفتیم و هم تحصیل یا خود هم در کانادا کردیم و الحمدلله تعالی هم یک اندازه فارسی گپ زده میتونم که لغت عامیانه گپ میزنم و به ادبیاتش قدر زیاد معرفی نیستم. خب انشاءالله که آستا آستا ذریعه از یوتیوب چینل و ذریعه معرفت همراه دوستا امکان داره و خداوند بخیر بکنه که فارسی ما هم یا دری ما هم خوبتر شوه و بهترتر شوه. او در پشتو اقدر مسلط نیستم او در پشتو اما میتونم که مشکل خود را حل کنم. او بیا هم زمون افغانانو ته سلامونه او زمون ټولو پښتنو ته السلام علیکم. زما پښتو خو دومره ښه نه دي، بیا هم زه د قوم نه مومند یم، باید چې زما پښتو ښه وي و انشاءالله به لږ ذره کوشش به وکړو په آینده باندې چې پښتو ډېر خبرې وکړو او ما ته دومره فرق نه کوي چې پښتو ووایو یا فارسي باندې خبرې وکړو او دواړه د افغانانو ژبه دي او مونږ چې یو داسې نه ده چې یو ژبه او د بل نه بهترتر وي، ټول خپل خصوصیات لري او خپل مزې لري او ټول چې ده همداسې مونږ په فارسی باندې چې وایو شیرین زبان هستیم. در هر کدامش زبان مملکت ما در هر کدامش کس شیرینی خود داره او اینی ساحه بود دیگه. اینال از اینجا میریم بخیر آستا آستا به یگان ساحه دیگه که ببینیم که دیگه ساحه به چی است و آستا آستا طرف خانه هم حرکت میکنیم تا که به اینجا شو نبانیم. مگر همه معلوم میشه که در این ساحه هم در این دریا هم ماهی هم است. طریقی کس که میفهمه ماهی را، چون که یک ذره ماهیگیری ما هم کردیم که در این دریا اوین آرام است و قشورش نداره. خب مگرم اگر من یک سنگ را بگیرم در اینجا انت بندازی میبینی که انت شورش پیدا میکنه. ای که انت شورش پیدا میکنه یگان دفعه ماهی از او خیز میزنه پس سر خود در او مندازه او یک چند دقیقه کس که باشه و منتظر باشه و صرف او مطالعهش بکنه و اینمی چیزه باز میبینه در سر او که چندین دفعه یک چیز خیز میزنه و پس داخل او میشه و اونمو ماهی است. یگان دفعه بسیار خورترک کوچک میباشه و کوچک که میباشه او از ماهی خورترکش میباشه او اگه معلوم شوید در این ساحه در کامره در سر آب که هسته یگان ذره همی پشه و منگس یگان چیزا میشینه اونمو غذای میباشه که به حساب یگان دفعه ماهی وارا میخوره
و از خاطر از او از او خیز میزنه تا که او را بگیره. اینم بود یک چیزی که در زندگی خودم دیدیم و یاد گرفتیم. این بود که درباره ماهی این آستا ما دیگه حرکت میکنیم. او بیادرها و خواهرها، دوستان عزیز، همه گیتان میتونیم که برای ما مشوره بتین که چطور میتونیم این چینل را بهتر و بهترتر بکنیم. هر جایی که بریم ما چند چیز ضرورت داریم. یکی ما چای سبز خود خوش داریم. او چای سبز که نباشه ام گپ ما خراب میشه. ما دیگه به حساب ما که خود ایران میاریم. او اینی که از دگدان ماست. او ای به حساب بوتل چای ماست. می چای بر خود دینمی استفاده میکنیم. او اینی دگدانه که ماست، اینی رقمیست. و اینی که هست گازش هست که گازش قرار ده اینجا وابسته میکنی و رو میزنی روشن میکنی. این دیگه دگدان ما مکمل پوره است. بیا پیش از که ایده پسر موتری رو بکنیم اینی ساحه دیگه میبانه میشه. باش که پسر از ایران بند کنم. باشم آسانتر شد. دمی ساحه بسیار آسان و خوبش ایران روشن میکنیم. اینم که شما هم ببینین که چقدر آسانتر است و کسایی که میره به حساب روزهایتان مصروف میکنین، مالها میرین، ساهای دیگه میرین، بسیار مصرفتان میشه و این سیستم است که بسیار امو مصرفتان قرار بر بسیار آرامی یک جای میکنیم که هم یک چیز یاد میگیره اولادایتان او به طبیعتان مال خوب میباشه. اینی شد و باز اینجا یک سویچکش هست که اینی را به حساب کس میزنه، این را بند میکنه. بیا که همین دیگر هم بگیریم. از
زیرم بانیم. اینه گاز گرفت، خوب لمبه گرفت. یا کنال کمک یک چیز از یاد ما رفته بود و هم بود روغن. خب کنال روغن که کدام دفعه از یادتان رفت یک سیستم است که اینی ساسا کس پر از روغن می باشه، بسیار پر از روغن. و وقت کباب که میکنی، چبلی کباب میکنی یا برگر سیستمش میکنی و قضیات روغن کار نداری، اما روغن کار داری که هیچ مقصد روغن شود، روغنی شود. وقتی که روغنی شد اما که بند نباند، ما دیگه به حساب از اینی میگیریم استفاده میکنیم تا که روغنی نشه، کمک روغنی شود. او زیاد استفاده نمیکنیم که ناقی دمینجا خاط ماندیم. اینال بیایی را که نشان بده که اینه تو و اینه تو سیستم میبینی که ما روغن نداریم. خب مگرم ایره ما مقدر کمک انداختیم تا که ایره مقصد چرب شود. همین کلش بی خیال گم شد. همگی از این ساس که است کلگیتان که میخرین پر از روغن است. این ساس ها ایره فکرتان بگیرین که کم استفاده کنیم که کسای کلسترول یا هم که هست مزه خوبش مزه میتف مگر احتیاط. اینی برگرای است که ما با خود جور کردیم مثل چبلی کباب باره. ایره مانده بودیم که یخ بزنه، وقتی که یخ زده شه باز ما کت خود آورده بودیم. حال کس یخ خوده کمک او کده. در پلاستیک از خاطر ما ایره میگیریم تا که ایره دانه دانه باز از یخ بکشه میشه و لمبه ما بسیار خوب تیار است. نه یک تایش خو انداختیم تا که پیش از که دیگه شو بندازیم کوششی را میکنیم که اینی کمک ذره خود بگیره. اگه دیگه شو بندازیم جای نمیشه. کمک پخته شد با دزو استفاده میکنیم و در تو طبیعت بسیار مزه میده. هوایش ببینی، شراره هوایش ببینی، افته وست از دیگه طرف. اگر به حساب چنگک ماهیان باشه یک نفر میتونی روان کنی که چه ماهیان به خود بگیره. خب مگرم بسیار ساحه است که آرامش به ذهن، فکر، به قلب و چیز است که بسیار ذهن آرام میکنه و مرا بسیار خوشم میاد آمد ساحه. بیا که رو ببینیم دیگه آستا آستا پخته میکنیمش او ببینیم که چی میشه. او زنده باشین که تا به حال ما را دیده رایستین و حمایت کرده رایستین. بسیار جد تشکر از کلگیتان او کاش که همگیتان می بودین و تا که همراه ما یک جای می بودین. او بیا که یک دوره ایران بتیمین سعی کنین. اینه میبینین که چقدر زود خدایی پخته میکنن. حالا نه ما ویدیو را کت کردیم نه دیگه هیچ چیز هم نشده و این الان میبینین که ما چقدر زودی را پخته میکنیم. اینه که از ما کمک داره یک طرفش بسیار خوبش پخته شد. یا که ما امی یک دوره دیگه شم بندازیم تا کنال کمک داره جای دیگام زیادتر شد. اینه بسم الله. اینه الحمدلله که کمک داره جای شده. وقتی که این چیزها را پخته میکنین چون که گوشت است، هر رقم غذایی که در طبیعت پخته میکنین کوشش کنین که با احتیاط باشین. از خاطر چرا در اینجا میتونه خرس باشه و هر رقم حیوانات میتونه باشه. باید به هر چیز آمادگی تانه گرفته باشین. در پیشتر گفتم که کوشش کنین یا همراهتان یک تفنگ بیارین یا همراهتان یک چاقو داشته باشین یا به همراهتان بیر سپری داشته باشین یا سپری خرسه که میگن. این چیزایی هست که کسی نجات میده در وقت مشکلات و در انگلیسی ما میگیم بیر اویرنس که امی آگاهی به حیوانات وحشی را داشته باشین یا از حیوانات خرسه تا که در وقتهای مشکل چی باید بکنین.
ما در پیش خود چند چیز داریم. یکی بیش پری داریم و یکی چاقو هم که خود آوردیم ما، تا که احتیاطاً همراه ما یک چیز باشه و تا که در مشکل نفتیم. اینه که دیگه طرف کباب ما پخته هم شد. لمبه خوبش است، بسیار خوبش گرفته رئیس هر چیز خوده. و انشاءالله که بویش خو مزه داره و مرا امی بوی کباب که به هر طرف که دوا باشم من میتونم خود برسانم. امی بوی کباب رقم چیز است که مرا کشش خود به خود میکنه و هر طرفی که ما میرین اکثریت وقت ما به خود امی کباب میباشه یا شبلی کباب میباشه یا یک برگر میکنیم. و اندها فهم کوشش کردیم که یک چیز را بکنیم که همگی ما خوش داشته باشه و برگر را کردیم همراهی ما کده بریم و انشاءالله که ما یک چیز خوبش جور میکنیم و تا آخر برنامه همراه ما باشیم و ببینیم که این برگر چی جور میکنیم. از ما برگر ما این پخته شد که میبینیم بسیار خوب مزه‌دار معلوم میشه و در ضمنش ما برگر نانش گرفتیم که در داخلش ماندیم، در داخل خود امی گوشت روغنش و کمک ذره ایره پخته کردیم که میبینی یک ذره بیریان شده و اینی سرکیش هم پس سر میبانیم از برگر تا که یک مزه خوبش از خود میده. بسیار یک مزه خاص داره. اگر در خانه هم میخواین که بکنین یک بار هم تو بکنین، این مزه بسیار مزه ذائقه‌ش خوبتر میکنه. بیا که یک دو دقیقه بعد این ایام جور میشه. بعد از او ترکاریجات ما تیار است و تا او وقت امی برگر ما هم گرم است. پنیر در سرش مندازیم تا که پنیر هم کمک ذره او خوده کنم. بیا که این امی را بانیم در سرش. این امتو یگان کس پنیر او خوش داره، یگان کس که نداره. امو یگان پس امو ما دیگه دمی بعد از که میره کشیدیم در سرش مندازمش. و اینی را به گاربیج خود بانیم که یک بان چیزای خوده در اینجا بندازیم. اینو بیاین سعی کنین که به بسیار خوب منظم کمک ذره ای خوده گرفت. اینی که کمک ذره قاق شوه ای امی برگر مزیش هم خوبش میکنه. در این نترسین که چرا کمک ذره دود کرد، نه دودش کم ذائقه‌اش خوبتر میکنه. اصل مسلک ما کس انجینریست و ای که ما در اینجا آشپزی یگان دفعه میکنیم و صرف از خاطر تجربه خود میکنیم و یک ذره تجربه دایش داریم و میشه که کار ما غلط باشه. کوشش نکنی که به طریق ما بکنین. هر وقت کسایی که آشپز از کلش سرما قار خواهد شد خواهد گفته سعی که تو نام ما رو بد میکنی. نه من آشپز نیستم، غلطی های شاید زیاد داشته باشم دایی. خب این هم برگر ما اینه جور شد. اینال
ای هم که از زیرش است، زیر برگر سیز. ما چی میکنیم منال؟ یک ساس کمک زرزی میزنیم در هر دوش. مستم و خانمم بر دوش میزنیم. اینه میبینین در اینجا ایره تمیز. او میگیریم کمک زره از امی برگر هم یک دانه میبانیم دیش. و بعدم دیگه یک دانه رومی در سرش میبانیم و یک دانه هم پیاز و یک تا از اینی هم دیش برش میبانیم که دم اینجا در سرش باشه. یک تا رومی، یک دانه پیاز و کمک زره کچپ هم. من به خود کچپ نمیندازم چون که خوش ندارم است. یک ذره از این دونیر ساس میزنیم دیش و دیگه بس اینی سایکو اینی برگرم است. اینی برگرم است که تیار شد. سرش هم اینه ای رقمی میبانیم دیش. دو برگر اینه خوب منظم در ظرف شاید که 10 دقیقه باشه و یا زیادتر یا کمتر در بسیار کم وقت 2 دانه برگر منظم تیار شد. ما کوشش تان یک چیز بکنیم که در این سیاحت که میاین جایی که طبیعی است چیزای گاربیج هایتان جمع کنیم. این چیز است که امو ساحه از بین میبره و در اسلام ما هم میگه که نظافت بهترین چیز است و کوشش امیره بکنیم که در جایی را که میریم نظافت هم رعایت کنیم و ما هم گاربیج خود، هر چیز خود، کثافات خود، هر چیزی که خود بستر میبریم و اگر میتونین، اگر لمبه داشتین میتونین همه چیز خود بندازین بسوزانید و مگر هم کوشش کنین که همون چیزایی که کثافات است و همراه خود بستر بگیریم. و تشکر. این دیگه وقت غذای ماست و دیگه یک ذره میبینیم که مزه از چه رقم است. تشکر از همراهیتان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میبینیم که مزه از چه رقم است. بسم الله الرحمن الرحیم. جایتان خالی. انشاءالله که پروگرامایی داشته می باشیم که همراه دوستا، همراه رفیقا ساحای میریم که ساحای کل کانادا را براتون همگی نشان بدیم. حالا دیگه جمع کردن وقتش است. باید جمع کنیم همه چیزا تا حرکت کنیم به مسیر رای ما او همه چیزا پس سر در جایش بانیم. وقتی که را میبانیم پس در جایش کوشش کنیم که گاز بکشیم تا که سویچش نخوره و خدا ناخواسته مشکل چیز پیدا نکنیم.
خیام اینه شد، خیام شد. این کثافات ماست که ایرام هم در سر موتر باید بگیریم و این نان اضافگی است و این چیزای دیگه. یا خیارم هم در جایش بانیم. این دیگه خود بگیریم. یک ذره خوشتر شد. بیا ببینیم که کلش در یک دوره بتانیم. اینه که انشاءالله میشه. الحمدلله هم یک دوره همه گیشه گرفته. و او زیاد چیزای زیاد کار کس نداره. این اگه میبینید یک دانه قوطیگک که داشته باشین همه سامانای تان ادم یک قوطیگک که بندازین بسیار آسان میشه او میتونین که به سیاحت هر وقت تیار باشین او که چیزی از یاد کس نره. این مهم است. خدا نخواسته تو وقت هم شده است که ما سیاحت رفتیم همیدگی ما از یاد ما رفته بود. کدام کس از یادش رفته بود نمیفهم از کی بود. مگر هم یک نفر از یادش رفته بود که نمیره همراه چند چیز دیگه بود که ما در موتر بانه. باز ما گرفتیم در نصف راه یک چیز گرفتیم که مقصد کار جور کردیم. و مقصد هر وقت پیش از که حرکت کس کنه باید دو دفعی سه دفعی سیل کنیم که همه چیز است یا نه. همه کثافت ما در داخل از این میبانیم چون که وقت خانه رفتیم کلش در کثافت دانی انشاءالله میندازیم. این چیزها رو هم در اینجا بانیم. این هم در اینجا و این هم یک دفعه بود که ما رفته بودیم که همراه ما هیچ نبود. به حساب ما رفتیم موتر داخلش پیدا پالیدیم که در دروازه یک چیز اضافه را پیدا کنیم. از او خاطر هر وقت یک چیز اضافه را هم در پیشتون داشته باشین. این بود امروز وقتش که امروز ما رفتیم به زیاد ایره میبینیم که هیچ نبود امرای ما همی بیر سپری نبود. حالا الحمدلله یک دانه داریم. ایره هم در اینجا میبانیم والا ایره در داخل موتر میبانیم تا که میشه که ضرورت بازم شود. ایره در اینجا میبانیم و ایره هم در ساحیش و این کار دام که خود میگیریم.